طور همین شما میدونید مرکز خیرات طول 2 سال است که به ترجمه و نشر آثار سیرخواندی جهان مشغول است. بسیاری‌ها بر این باورند که در جامعه‌ای که زن‌های آن موفق باشند آن کشور در حال رشد است و یا کشوری رشد کرده است. ما برای بانوان عزیزمان یک کتاب از ریچل هالسکی که سیرخواندترین کتاب‌های جهان است با نام خودت باش دختر آماده کردیم که من فکر می‌کنم خواندن این کتاب برای بانوان بسیار منفعت‌آور و فایده‌آور است تا اینکه بدانند که آنها چی کارهایی را انجام داده می‌توانند. و بسیاری نفرها می‌خواهند که برای آمدن پیدایش کائنات و عموما درباره حیات و سیاره زمین می‌خواهند جواب‌های دقیق گیرند. به 10 سوال بسیار مشخص استیون هاکینگ در کتاب پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ جواب گفته است که ما این کتاب را از زبان اصلی یعنی از زبان انگلیسی بار نخست به زبان تاجیکی ترجمه کردیم. و کتاب ناپلیون هیل بیندش سرورمندشف برای بسیاری ها نام آشناست. این کتاب برای رشد شخصی، برای تفکر و برای دارا شدن بسیار کتابی مفید است که فکر میکنم آنهایی این کتاب را خوانده مطالعه کردن تا به امروز برای ما اظهار سپاس میکنند که چنین کتاب را بر محل یعنی بر وقت خواندند. و یک کتابی بسیار مشهور و خواندنی دیگری ما با نام اندیشت را عوض نما تا زندگی تغییر کنند از براین تریسی میباشد که به این سوال بسیاری ها با ما مراجعت میکنند تا اینکه به خاطر اندیششون رو دیگر کردن، به خاطر فکرانیشون رو دیگر کردن و به خاطر تغییر یافتن در زندگی کتاب رو توصیه میدید و این است عزیزان اون کتابی که شما میخواسته، یعنی اندیشه رو عوض کردن لازم تا اینکه زندگی تغییر کند. و نویسنده و مؤلف این کتاب هم براین تریسی یکی از مشهورترین شخص‌های این روز جهانی است. جان مکسول در این کتاب اصول راهبری برای همه آن راهبرانی که میخواهند کار خودشون در سطح بهتر به راه مانند این کتاب کمک رسانی شماست. یعنی راهبرانی که میخواهند باز فعالیت خودشون بیشتر نمایند این است اصول راهبری و کاردانی برای کارمندان و مناسبت با کارمندان و رشد کاری هر یک راهبر را بسیار مفصل و زیبا شرح می‌دهد. یک کتاب خواندنی دیگری ما نام دارد 21 راز موفقیت میلیونرها از اینم از براین تریسی. شما بسیار می‌خواهید که بدانید که نفرانی که موفق شدند کدام سختی‌ها کدام زینه‌هایی را گذاشتند تا به این درجه رسیدند و این است این کتابی که شما انتظارش بودید، یعنی درباره شخصیت‌های بزرگ جهانی، درباره راز موفقیت، درباره موفق شدن میلیونرها بسیار با دلیل فکت و رقم‌های مشخص به این سوال براین تریسی پاسخ می‌دهد. خب عزیزان شما بسیار سوال میکنید که این کتاب‌ها رو ما از کجا دسترس میکنیم. پیش از همه شما اگر در شهر دوشنبه ناحیه واسه شهر کولاو بختر باشید شما میتوانید این کتاب‌های ما را از همین سوپرمارکت‌ها یاور دسترس نمایید. اگر شما بیرون از این گفته‌های ما هستید برای برده رساندن این دستک که شما میتوانید بر رقم‌های 11 505 11 18 که ما در نوار میگذاریم میتوانید طریق واتساپ و یا تلگرام مراجعه کنید و این کتاب‌ها رو برده به شما دسترس نمایند. با خیرات بمانید.